سلام بچه ها. تو میگید زانولا، من میگم بچه ها. میگیم امروز خونمون رو نشون بدیم توی بالی. ببینید اینم محله ماه، محله خوشه، روبرو کلیساه. اینجا یه دونه کلیسا داریم، اون برم معبده. اینجا یه دونه کلیسا داریم. معبد کو؟ اون معبده دیگه. نه اون معبده. اونم معبده. اونم یه دونه معبده. و اینجا کوچمونه. بریم داخل ببینیم وضعیت چجوریه. آقا از الان ببخشید اگه صدای ماه به شما رو اینجا ماه زیاده. اینجا خونه خود صاحبخونه است که با خانواده‌اش اینجا زندگی میکنه، 2 تا بچه داره. اینجا خونه صاحبخونه. هلو دسی. اینم موتور ما، موتور برگیه مستاجرین این خانه. موتور زیبامون، موتور ما. اینجا پارکینگشه دیگه، موتورا رو اینجا میان اینجا میچینن. آقا اینجا یه خونه ایه، بذار من برم جلو ببین. اینجا یه خونه ایه متشکل از 10 تا واحد مختلف. خب به زبان انگلیسی به اینجور خونه ها اینجا میگن گست هاوس، میشه همون مهمانخانه، مهمانسرا، ولی مثل مهمانسراهای ایران نیست. اینجا رسما مثلا رزیدانس یا مجتمع است، یا مثلا حالت هتل داره، چون میان اتاقت هم تمیز میکنن. درسته؟ آره هر روز اتاقت هم تمیز. اینجا 10 تا واحد داره با استخر و آشپزخانه مشترک. آره آشپزخونهش مشترکه. اول بریم آشپزخونه رو بهتون نشون. فقط اینو بگم که پر از دار و درخت و مجسمه های خوشگل. و الان این مجسمه بزرگ و من نمیدونم حالا مجسمه کیه ولی خوشگله. این اسی جزیره است وقتی پیر شده در خب اینجا آشپزخونه است. اینجا که می‌بینید میز مشترکه، این کل آشپزخونه مشترکه. اینجا میتونید یه صبحونه یا نه. ولی فکر نکنید صبحونه نهارشام اینجا ازدحام میشه. ملت انقدر میرن بیرون، کسی رو ما تا حالا ندیدیم که توی آشپزخونه غذا مثلا درست بکنه. بعد اینجا قسمت گاز و ظرفشویی اینا، ظرفاشو میشه استفاده کرد. بعد دوباره مثل ظرفایی که میشه استفاده کرد، گازشه، چاق و پیچاخه. اینم همسایه‌مونه. پریویت. اینم میتونیم توش چیزاتون رو بذاریم، غذا، میوه، هر چیزی که داریم. یخچال مشترکه. از وسایل‌های ملت هم ویدیو بگیریم. آبجو ندارن؟ چرا آبجو داره اینا. اینجا دارن، ملت دارن نوشیدنی‌های الکلی می‌خورن. اینجا هم آب گرم و سرد و ولر. آره آب داغه که قهوه‌ای چیزی بخواید درست کنید. آب جوش البته. آره آب جوشه. آره. چای، قهوه، اینم آب سرد خورده، اینم آب ولرمه. آب دیگه هست کلا اینجا. و بریم سمت آقا ما همسایه از همه جای دنیا داریم. اینا نمیدونم این یا روس بود یا اوکراینی بود، ولی آدم نمیتونه با جرأت برگرده بگه چون الان اینا تو جنگن. آره همسایه از انگلستان خانواده داریم، دفعه پیش از جمهوری چک بود، نمیدونم اندونزیایی داریم، از اندونزی، خود اندونزی هست، از انگلیس هست، از آمریکا، کانادا. و اینجایی که خب ما اینجاییم آدم‌ها چون مسافر میان اکثر میرن، هی میان میرن یعنی آره. ولی اون خانواده انگلستانی از وقتی ما اومدیم اونا اونجا هستن. آره مثلا یکیشون هست که از وقتی که ما اومدیم اونا همچنان هستن. اینم درخت کوکوناته یا همان نارجیل. آره یه چیزی که می‌خواستم بگم، صاحبخونه به ما گفتش که حواستون باشه که اینا رو سرتون نیفته. آقا این میتونه یه دلیلی باشه که چرا امثال نیوتن از اروپا اومدن بیرون، از اینجا مثلا نتونستن قانون جاذبه رو کشف کنن ها. چون فکر کن تو اگه زیر این بخوابی و این بیفته رو کلت، تو قانون مرگ رو فقط میتونی یاد بگیری. اینجا دیگه که حلن تیویه، 5 تا واحد یا اتاق بالاست، 5 تا پایینه. آره اونا اتاقای بالا رو نشون بده. اینا اون طبقه سوم هم پشت بومه، برای بچه‌ها تو اینستاگرام ویدیوشو نشون دادم. اینجا هم حالا اتاقاست، اون تحتیه اون اتاق ما. اینجا هم استافه، میتونیم بیاین دراز پیشون سنا بکنیم، لذت ببریم. آره واقعا خیلی بچه‌ها میگن همیشه تو ویدیوهات صدای خروس. آی خروس بالا کوکولی گوگو توی قیدانا کوکولی گوگو. اکثرا
خروساشونو دارن، سگ دارن، بعد جایی لوکال تر بری گاو دارن. بچه‌ها درخواست ویژه کرده بودن، گفته بودن مهسا هم بیاد جلو دوربین حرف بزنه، چرا همش تو اینجا؟ آقا اینجا واحد ماست، واحد شماره 4. اینجا واحد ما هستش. این دوتا صندلی که میبینین ما رو در همه حالت دیده. من خیلی اینجا برای بچه‌ها استوری گرفتم. اینجا خیلی میشینم اینجا استوری میگیرم، اون من استوری میگیرم. بریم داخل خونه؟ بریم. ببینیم بعضی چیزیه. بابا خونه قفلم داره. خیلی باز بود. بفرمایید شما. بریم داخل. اینم اتاقه. آقا دیگه کل دار و ندارمون امروز براتون نشون دادیم دیگه. یه دونه موتور کرایه‌ایه، یه دونه اتاق 20 متریه که من دقیقاً نمیدونم متراژ دقیقش چقدره، 20 متر. ولی حدس میزنیم 20-25 اینا باشه. همه وسایلمون هم اینجا جا نمیشه. دیگه لپتاپ اینجا گذاشتیم. اونجا 2 تا لیوان داریم، کلا 2 تا لیوان داریم. یه سری کتاب داریم و فلان و قرص‌های مکمل که گفته بودم آقا داشته بگیرید شما هم استفاده بکنید، منیزیم و فارماتون و اینا مکملاست. این سنگ بهمون توی معبد دادن، گفتن که این سنگ آتشفشانیه، هدیه دادن بهمون. اونم دوربین فیلمبرداری و عکاسیمونه که یه سری وقت ازش استفاده میکنیم. همین دیگه، همین. بریم اون قسمت هم نگاه. آقا به من میگفتید پشه مشه از این دستگاه بگیر. داداش دستگاه هست. این هست ولی پشه های اینجا همه لاتن کم نمیارن. قمیکشن همه، قمیکش 6 جی پوش. آقا ما اون روزی که رفته بودیم یکی از معابد بزرگ بالی، یه دونه مرده اونجا بود. بعد این نقاشی ها رو به من، یه عالم از این نقاشی ها به من نشون داد. اون سنگه رو دیدین، سنگ آتشفشانیه. این مشکی که این زیر هست اون خاکستر اون سنگ است، یعنی اونو له میکرد، بعد زیر نقاشی رو با اون سنگه، خاکستر اون سنگه اینجوری سیاه میکرد، بعد روش نقاشی میکشید. اینم نقاشی گانشاست، یکی از خدایان هندویی. آره پشتش هم نوشته گانشا، سمبل خدای محافظ. آره پروتکشنه. به 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 به. حالا ما اونم گذاشتیم اینجا و بریم قسمت دیگه کل تلویزیون. تا حالا ما روشنش نکردیم. اینم الان ته ویدیو قیمت اجاره اینجا هم میگیم ما براتون که چقدره. اینجا هم دستشویی حمومه و کمداست که ما وسایلامون رو چیدیم، لباسامون رو گذاشتیم. دستشویی، این دستشویی حموم. دستشویی حمومش بزرگه. اینجا هم لباسای منه دیگه، لباسای من و لباسای من. و اینم 2 تا چمدونیه که ما همه زندگیمون رو گذاشتیم ریختیم و آوردیم اینجا. رسما یعنی به جز اینا هیچ وسیله دیگه ما نه. ما با 2 تا چمدون اومدیم. ولی اگر بپرسید پشیمانید، میگیم نه. چرا باید پشیمان؟ زندگی انصافا پس اینجوری هم. ببین هیچ ظرف و ظروفی نداریم، هیچ چیزی. 2 تا لیوان داریم فقط، 2 تا چمدون داریم، هیچ چیز دیگه، گوشیامون، لپتاپ، لباس. ولی مشکلی نداریم. اینجوری هم میشه زندگی کرد، اینجوری هم میشه راحت بود. تازه خیلی هم باحال‌تره به نظر من. آره وقتی وسیلات تو خونه زیادتر میشه، آدم خفه‌تر میشه داخل خونه، انرژیش گرفته میشه. قبول داری؟ آره. همیشه هم اینو میگفتی اصلا قبل اینکه بیای. آره قبل اینکه اینجا بیای من میگفتیم این قضیه رو و به نظر من همیشه مستاجر بودن حتی باحال‌تر از خونه داشتن. خوبه که خونه داشته باشی اما خوبه که خونه تو بدی اجاره و خودت توی خونه‌های دیگه مستاجر بشی. آره تجربه موندن توی خونه‌های مختلف و یه جا همش 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال نمونی دیگه. مارکوپولو باشی. ولی فرض کنید این صحنه‌ای که ما هر روز صبح بیدار میشیم و میبینیم. بریم بالا صحبت کنیم ها؟ آره بالا میتونیم بریم. بالا هم نشون بدیم. آره بالا هم نشون بدیم. اینجا هم طبقه بالاه. این با بفرما. منظره عالی.
منظره سوپر، واقعا. منظره سوپر. بچه خونه ها رو ببین، اکثرا شیرگونی هن. همه شون شیرگونی هن. اینجا هم یه دونه جا داره میتونی بشینی کاراتو بکنی، چون میتونی لپتاپتو به برق بزنی. و اونورم دریاه، اونجا دریاه، اقیانوس، یعنی اقیانوس. کدوم اقیانوس؟ اقیانوس هند. آره. اون سرش هم که استرالیاست که ما هیچ وقت بهش نرسیم. خب الان میخوایم راجع به اولین چیز راجع به قیمت خونه صحبت بکنیم. ماهیانه $500 تقریبا به پول ایران میشه 30 میلیون تومان میشه. آره ماهیانه 30 میلیونه. خونه های با قیمت بالاتری هم هست، با قیمت کمتری هم هست. مثلا خونه‌ای که اولین بار اینجا موندیم اون چقدر بود؟ $290 بود مثلا، ولی اونجا کوچیک‌تر بود. اتاقش حتی کوچیک‌تر بود، فکر کنم 10 متر 15 متر 12 متر بود. استخرینا نداشت و هر روز هم اتاقاتو تمیز نمی‌کردن. هفته یه بار اتاقاتو تمیز می‌کردن. بعد قیمت موتورم بگیم. آره موتورم بگیم. قیمت موتور مدلش NMAX یاماها NMAX 155 سی سی 2024. قیمتش فکر می‌کنم دور و بر $2200 باید باشه. خب $2200 باید باشه به پول ایران، میشه حدود 150-160 میلیون اینا. ولی دیگه گمرک میاد روش، رو ایران فکر کنم 250-300 میلیون هست. ولی کرایه‌اش 1,800,000 روپیه که تقریبا به پول ایران میشه 8 میلیون یا 6 میلیون. 7 میلیون تومان ماهیانه پول اجارهشه. پس 30 میلیون پول اجاره خونه، 7 میلیون پول اجاره موتوره. اینجا هم کلا بالا اینجوری که هر جا بخوای بری باید با موتور بری دیگه. یعنی اصلا این مدلی نمیتونه باشه که با ماشین بری، چون خیلی طول میکشه. موتور خیلی راحت تره واسه رفت و آمد. بعد خیابوناش هم یه مدلیه که کلا مناسب موتوره. آره مناسب موتوره. اکثرا هم اینجا موتور سواری میکنن. واقعا ماشین سواری اینجا صبر و حوصله میخواد. بعد یه چیزی هم من بگم، دوستانی که مثلا براشون سوال پیش اومده که من چرا توی ویدیوهای یوتیوب ترکی صحبت نمی‌کنم، ترکی خودمون رو صحبت نمی‌کنم، باید بگم که ترکی ما رو یوتیوب، هوش مصنوعی یوتیوب الگوریتمش نمیتونه که شناسایی بکنه. خب تایتل به خاطر اینکه فارسی نوشته میشه و زبان فارسی شناخته میشه، خب این میاد به یک سری از هموطنامون که توی مثلا شیراز، اصفهان، تهرانه ویدیو رو پیشنهاد میده، ولی اونو باز میکنن و چیزی نمیفهمن و برای همین از ویدیو میان بیرون. برای همین از ویدیو میان بیرون. این هم به ویدیو ضربه میزنه. آره به ضرره. به خاطر همینه. ولی حالا باید ببینیم که در آینده چی میشه. بعد یه چیز جالبی هم که من راجع به اینجا فهمیدم اینه که نیم کره جنوبی با نیم کره شمالی 6 ماه اختلاف چیز دارن، فصل دارن. یعنی الان توی ایران که داره میره به سمت اول پاییز و زمستون داره میشه، اینجا اول بهاره. آره اینجا اول بهاره، وارد بهار میشه. من اون صبح به انسان گفتم خیلی جالبه که امسال تو سال 2024 ما 2 تا بهار رو تجربه کردیم. آره. یه بهار که توی ترکیه تجربه کردیم، الان هم داریم یه بهار دیگه رو توی کره جنوبی تجربه می‌کنیم. برای بدن عجیبه دیگه. بعد من یه چیزی هم راجع به خونه می‌خواستم بگم. من واقعا از وقتی اومدیم اینجا کلا یه سبک زندگی، لایف استایل خیلی متفاوت دارم تجربه میکنم و همیشه واسم سوال بود که خب اینایی که میرن مثلا حالا مهاجرت میکنن به یه سری از کشورهایی مثل اندونزی، تایلند، چجوری مثلا توی خونه‌های کوچولو میمونن؟ اون مهاجرت هم اکثرا هم واسه خارجی‌ها هست، هم واسه مثلا یعنی هم و غربی‌ها هست، هم خود شرقی‌ها. دوباره این بین این بر مهاجرت غربی‌ها خیلی میان. و متوجه یه چیز جالبی شدم، اونم این که وقتی که این نوع زندگی رو تجربه می‌کنی متوجه میشی که یک سری چیزا مهم نیست. یعنی اصلا اندازه خونه مهم نیست. مهم نیست که توی خونت خیلی وسایل رو داشته باشی یا نداشته باشی.
مهمترین چیزی که آدم خوشحال میکنه تو زندگی عشقه و احساس شوق و هیجان برای زندگیه و پشتکاری که با هم دیگه آره داریم. واقعا. حالا مثلا ما داریم راجع به یه سری سنایی به خصوص صحبت می‌کنیم دیگه. البته من دیدم سنای بالاترم اینجوری میان اینجوری کشور مهاجرت میکنن. ولی مسئله اینه که خیلی ها مثلا حتی فکر می‌کنن برای شروع زندگی یه خونه تکمیل لازمه، یه خونه مثلا فلان مثلا لازمه. یه خونه 100 متری باید باشه، 2 دست مبل باشه، نمیدونم این باشه اون باشه. مثلا توی ایران این فرهنگ هستش که هر کسی که ازدواج میکنه توی جهیزش باید مثلا 3 ست بشقاب و قاشق چنگال فلان چیزو داشته باشه. یعنی کلی پول فقط خرج این بشه که بشقاب و در حالی که واقعا اهمیت نداره. نه واقعا اهمیت نداره. یعنی الان مثلا 10 دست من دیده بودم 10 ست مثلا ظرف و ظروف دارن، قاشق چنگال دارن، اصلا لازمشون نمیشه، استفاده نمیکنن، اونقدی اصلا مهمون نمیاد براشون. میدونی این چیزا اصلا ذهن تو برای این چیزا درگیر کردن خیلی به نظرم مهم اون تجربه کردن زندگیه. یعنی اینکه تو یه سری اهداف و آرزوهایی داشته باشی، حالا توی رابطه هم اگه بخوام نظر دوتایی یه سری اهداف و آرزوها داشته باشیم و هر روزی که از خواب بیدار میشیم خیلی شیرین و با عشق و با شوق و ذوق بریم دنبال اون اهداف و آرزوها. درسته. واقعا مهمترین چیز به هم دیگه امید بدید، روحیه بدید، عشق بدید به هم دیگه. واقعا همینطوریه و قشنگیش اینه اینجوری مثلا زندگی رو که شروع میکنید به ساختن با همدیگه شروعش کردید به ساختن و اون براتون یه دونه خاطره میشه دیگه. همکاری کردید، با هم تلاش کردید، با هم استرس کشیدید، با هم نگرانش بودید و این به نظرم خیلی شیرین ترش میکنه. واقعا یه شیرین ترش میکنه. آره شیرین ترش میکنه. حالا ما از قبل اینکه بیایم اینجا اصلا تصمیم گرفته بودیم که قبل اینکه بخوایم دیگه یه خونه بگیریم یا هر چیزی هی منطقه‌های مختلف بالی رو تجربه کنیم و ببینیم که کجا رو بیشتر دوست داریم. مثلا ما 2 ماه پیش یه منطقه دیگه بودیم، الان اومدیم یه منطقه دیگه. خب بین این منطقه‌ها فرقای خیلی جالبی هست و الان به این نشستیم که اوکی اونجایی که بودیم هواش بهتر بود، تمیزتر بود، مردم محلی تر بودن. حالا مثلا اینجا دسترسیش به یه سری چیزا بهتره. بعد تصمیم داریم که بریم مثلا شمال جزیره، شرق جزیره، شمال اسی جزیره. ولی میخوایم بعد این هم یه دونه ویدیو آماده میکنیم راجع به بالی و فرهنگ مردم بالی و آره من خیلی دوست دارم. حالا نمیدونم بعد این ویدیو دقیقاً باشه یا نباشه ولی میخوام اونجا صحبت‌های بیشترمون راجع به منطقه و مردمشون و تاثیرشون که رو ما داشتن و چیزایی که تا الان دیدیم و اونجا بیشتر بگیم. بعد یه چیزی هم هست بیا در گوشت بگم. به بچه‌ها راجع به چیز من میگی موتور سواری من تعریف می‌کنی که من چقدر بعدم توی یه ویدیو من موتورسیکل منطق گشته ها تعریف کن دیگه از من اصلا تشنه بویم، تشنه اینم که از من تعریف بشه دیگه، تشنه اینم که از من تعریف بشه. واقعا خانوم ها از آقایون تعریف بکنید. آقایون از خانوما تعریف من تعریف میکنم باشه ولی جلوی دوربین باید تو تعصب منو بکشی. ما تا صحبت میکنیم. اینم از ویدیو معرفی خونمون. آره خیلی دوستتون داریم، مراقب خودتون باشین. دمتون گرم آقا تماشا کردید. نوکرم مخلصم، öprem لحظه زانولار.